سلام خدمت همه دوستان. این دو تا شیر رفت و برگشت که جفتشون هم نشتی داشتن، تعویض شدن، اشتهایش انجام شد. یک روز کامل زیر فشار 200 PSI بوده که نشتی نداشته باشه، نشتی نداشت و الان میخوایم واکیومش کنیم و شارژ گاز رو انجام بدیم. برای اینکه حتما باید برسه به زیر 1000 میکرون و بعد شارژ گاز انجام بشه، سنسور واکیوم یا میکرونمتر دیجیتالی تست رو میبندیم به یکی از پورت‌های دستگاه و واکیوم رو به دستگاه متصل میکنیم. اما چون میخوایم خلأ واقعی اتفاق بیفته و به زیر 1000 میکرون برسونه واکیوم ما رو، واکیوم دستگاه رو، از دو تا واکیوم استفاده کردیم. یکیشو مستقیم بستیم به مدار دیسشارژ، به خط دیسشارژ، واکیومی که شیر داره خودش، که بعد از اتمام واکیوم میشه شیر رو بست و واکیوم خراب نشه. واکیوم ولورمی که شیر نداره رو با استفاده از گیج متصلش کردیم به شیر رفت و برگشت. این دستگاه حداقل باید 20 ساعت واکیوم بشه و بعد استارت بخوره. فیلم راه اندازی و استارتش هم حتما براتون میگیرم. موفق باشید.